الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهان نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تفسیر نور خدمت شما هستم. درس 44 را امروز آغاز میکنیم با حول و قوه الهی. این درس همونطور که مستحضر هستید محورهایی داره، یعنی عناصر و مسائلی داره که در پیرامون اون بحث میکنیم. ابتدا آیه را میشنویم، سپس بعد از شنیدن آیه معانی دشوار که در کلمات وجود داره اونو بحث میکنیم روش. ترجمه آیه خواهیم فهمید و مفاهیم لغوی که مدلولهای لغت، کاربردی اون لغت در این آیه هستند رو روش بحث میکنیم. سپس به شرح و تفسیر مختصر آیه میپردازیم و در نهایت درس و عبرت‌های این آیه رو و آیاتی که بهش میرسیم انشاءالله به حول قوه الهی میآموزیم. ابتدا آیه 83 سوم از سوره مبارکه البقره را بشنویم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. این آیه 38 از سوره مبارکه البقره. خداوند عزوجل می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. تا آخر آیه. معانی کلمات دشواری که در این آیه وجود دارد: لا تعبدون به معنای عبادت نمی کنید، ولی مدلول لغوی آن اینطور است که نکنید، یعنی عبادت نکنید. جمله پس امر است و دستور و انشاست. احسانا یعنی نیکی و خوبی، ممکنه هم قولی باشد هم فعلی باشه. ذی القربی به معنای خیشان و نزدیکان هستند. الیتاما جمع یتیم است، یعنی یتیمان، کسانی که در زیر سن تکلیف و زیر سن بلوغ پدر را از دست دادند. المساکین جمع مسکین است به معنای بینوایان و فقرا. کلمات دیگری که وجود داره حسنا هست. و قولوا للناس حسنا. حسنا به معنای خوبی و نیکی، ولی در قوله، یعنی به نیکی و خوبی با مردم سخن گفتن. ابتسام یا لبخند شروع میشه و هر سخن زیبای شامل اون میشه. تولیتم یعنی روگردانی کردید، که اینجا حسی مراد هست و ظاهرا پشت کردن، روگردانیدن. و معرضون یعنی سرپیچی کنندگان، که اینجا معنوی و باطنی مراده، یعنی قلبا و قصدا. با توجه به این معانی که خدمتتون ارائه شد، ترجمه این آیه مبارکه چنین خواهد شد: و اذ یعنی و بیاد آورید. اخذنا میثاق بنی اسرائیل، زمانی که از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، عهد گرفتیم، پیمان بستیم که جز الله را نپرستید و به والدین و خیشان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و با مردم به نیکی سخن بگویید و نماز بپادارید و زکات ادا کنید. سپس جز عده کمی از شما همه روگردانی کردید. خطاب یهوده، در حالی که شما سرپیچی کنندگان بودید. و خواهیم فهمید که چرا دوبار از این لفظ استفاده شده: تولیتم و معرضون.
مفاهیم لغوی که از دلالت معنای لغوی و کاربردی این کلمات در این آیه مقصود هست و به کار برده، چنین بحث خواهیم کرد که لا تعبدون الا الله، اصلا لفظ عبادت به معنای پرستش، کرنش، طاعت، پیروی است و اینجا نهی هست از عبادت هر چیز غیر الله سبحانه و تعالی و آنطور که اهل لغت میگن هر نهی دلالت بر چی میکنه؟ بر حرمت میکنه. یعنی به زبان عامیانه تر، اگر خداوند عزوجل در قرآن یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت شریفش، پیامبر یا الله سبحانه و تعالی اگر انسانی را از کاری باز داشتن، نهی کردن، این دلالت بر حرمت داره، یعنی این کار حرام، مرتکب نشید. اصل اینه، مگر اینکه دلیل دیگری وجود داشته باشه، قرینه‌ای وجود داشته باشه که اونجا علما میگن صارفی هست از نهی از حرمت به کراهت یا به اباحت. اونی بحث اصولی است، ما کار نداریم. ولی اصل در جمله آیات اینه که لا تعبدون الا الله، نهی است از عبادت هر چیز غیر الله سبحانه و تعالی و نهی هم علامت چیه؟ حرمته. پس هر نوع عبادتی برای هر کسی و هر ذاتی و هر چیزی که باشه غیر الله سبحانه و تعالی روا نیست و حرامه و این همون معنای لا اله الا الله است، یعنی هیچ معبود به حقی وجود نداره مگر الله سبحانه و تعالی. از مفاهیم لغوی دیگر جمله و بالوالدین احسان است که غالبا در قرآن کریم بعد از امر به توحید امر به احسان و نیکی به والدین ذکر شده و این نشانه اهمیت نیکی به پدر و مادر و خوبی به پدر و مادره. بالوالدین احسانا یعنی نیکی کنید به پدر و مادر و این از مهمترین دستورات الهی است در قرآن کریم که بلافاصله بعد از توحید هم دیگه عرض کردم ذکر شده و نشانه جایگاه مهمی است که پدر و مادر در میان انسان‌های دیگه داره نسبت به هر انسانی، چون حق والدین بسیار بزرگه. و همونطور که مستحضر هستید احسان به پدر و مادر تمام مراحل را در بر میگیرد و همچنین در سوره دیگه در سوره اسراء میخوانیم و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. شیوه و اسلوب احسان به والدین را در اینجایی که با تفصیل بیان کرده در سوره مبارکه الاسراء یا سبحان الذی که حتی کلمه اف که نشانه انزجار کمترین انزجار هست، کمترین ناراحتی است رو هم از خودتون بروز ندید. یعنی فرزند نسبت به پدر و مادر باید اینقدر لین جانب و جانب شفقت و لطف را رعایت بکنه و مرحمت را رعایت بکنه که کمترین ناراحتی در وجود اونها برای اونها به وجود نیاره. و همچنین از مفاهیم لغوی در اینجا ذی القربى والیتامى والمساکین، چون بعد از بالوالدین احسانا فرمود و ذی القربى والیتامى والمساکین. اصنافی اینها از جامعه هستند. ذی القربى یعنی صاحبان قرابت یا همان خویشان و نزدیکان انسان ها غیر از پدر و مادر، و همچنین مساکین و ایتام. ایتام که عرض کردم یعنی یتیمان و مساکین یعنی مسکینان و فقرا و بینوایان. اینا اصنافی در جامعه انسانی هستند که نیاز مبرم به احسان و خوبی دارند و آنها بیشتر از هر کسی باید مورد لطف و مرحمت قرار بگیرند و لذا اسلام اومده احسان به این گروه ها را هرچند غیر از خیشان از میان فقرا، بینوایان و مساکین و ایتام باشند راهی برای کسب فضیلت و ثواب به شمار آورده و انسانها را تشویق کرده که این باب را فراموش نکنند. همچنین در جمله و قولوا للناس حسنا یعنی خوشرفتاری کنید با عموم مردم. للناس مقیدش نکرده به مؤمنش یا مسلمانش یا کافرش یا غیر ذالک، فرموده للناس به همه مردم به نیکی سخن بگید.
و در اینجا علامه ابن کثیر رحمت الله علیه میفرماید که حسنا به معنای چیه؟ به معنای نیکی و خوشرفتاری در سخنه، در قول هست، همچنان که در احسان شامل قول و عمل می شود. در اونجا غالبا احسان در عمل احساس میشه و حسنا در اینجا در قول هست. پس بنابراین جمع بین قول و عمل یعنی سخن و کردار هر دو باید چی باشه؟ بینیکی باشه نسبت به مردم، به خصوص نسبت به پدر و مادر و اصنافی که ذکر کردیم، خویشان و ایتام و مساکین. در اینجا از جمله صفات اخلاق اسلامی اینه که انسان نسبت به تمام مردم خوش رفتار باشه و به همین خاطر جمله و قولوا للناس حسنا که مراتب زیادی داره، امام حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که امر به معروف و نهی از منکر شاملش میشه. شکی درش نیست. همه علما بر این هستن، همه مفسرین بر این قول هستن که هر سخن نیکی که موجبات رضای الله سبحانه و موجبات رضای الله سبحانه و تعالی را شامل بشه، از دعوت به خیر، از امر معروف، نهی از منکر، از سلام و احوال پرسی گرفته الی آخری، تمام اون چیزی که اسلام بهش تشویق کرده شامل این جمله مبارکه میشه که و قولوا للناس حسنا. از مفاهیم لغوی دیگر و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة است. اقیموا الصلاة، به پا دارید نماز را. نماز باید به پا داشته بشه، شروط داره، حال و احوال خاص خودش را داره و همچنین ادای زکات شرط و شروط خاص خودش را داره، باید ادا بشه. ولذا در اینجا وقتی که به آیات قرآن برمیگردیم میبینیم که در موارد بسیار زیادی قرآن کریم نماز و زکات را در کنار هم به کار برده و این نشانه آن است که این دو رکن از مهمترین ارکان اسلام هستند که یکی جانب معنوی و دیگری جانب مالی را اداره کرده. در واقع نماز میخواد انسان بسازد و زکات میخواد جامعه را، یا به عبارت دیگر نماز میخواد نفس بشری را اصلاح بکنه و انسان را متعادل نگه دارد، در ارتباط با خدای خودش و خالقش باشه، همیشه اونو فراموش نکنه. و زکات اومده تا جامعه را اصلاح بکنه و حفظ تعادل اقتصادی بکنه، فقیر، بینوا، مساکین، محتاجان جامعه را بچار بکنه، به جایی برسونه که نیازشون برآورده بشه در حد توان. از مفاهیم لغوی دیگر در این آیه مبارکه جمله ثم تولیتم الا قلیلا است که عمده بنی اسرائیل از دین و شریعت الهی روگردانی کردند، هم در ظاهر امر هم در باطن. تولیتم الا قلیلا، تولی به ظاهر یعنی پشت کردن، روگردانی کردن، سرپیچی کردن، ولی در ظاهر امر، و این کفر عملی است. و اونجایی که فرمود و انتم معرضون ثم تولیتم الا قلیلا و انتم معرضون، در حالی که شما سرپیچی کنندگان بودید، اینجا اراد با چی میاد؟ با قلب و نیت و تعمد میاد. یعنی قصداً انسان کاری را انجام بدهد که میداند گناست، سرپیچی میکنه و میداند که این سرپیچی درست نیست و روا نیست. پس بنابراین این مثل این که میخواهد بگوید که من به این کار معتقد نیستم، باور ندارم، نمیخوام، قبولش ندارم. جمع بین تولیتم و معرضون برای یهود اصدار حکم کفر است و این خیلی خطرناکه. و اینا نگیم شامل فقط یهود میشه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرمود که هرچه آیات بهشتی است و خوبی است را به خودتون نسبت میدید و آیاتی است که خطاب بد داره و انذار درش هست را رو به دیگران میدید، جایز نیست. خودت را محک بزن مؤمن مسلمان. شما که ادعای ایمان داری را خودت را محک بزن. آیا در همه جا، در هر مورد، در هر قضیه، در هر حکم باور داری، یقین داری، میپذیری حکم خدا و رسول را، یا اینکه اونجا که خواستی میپذیری و اونجا نخواستی ردش میکنی؟
پس بنابراین انسان باید مواظب باشه که مثل یهود و العیاذ بالله بین ظاهر و باطنش اختلافی نباشه، بلکه برعکس. شرح و تفسیر این آیه به طور خیلی مختصر و چکیده فشرده این خواهد بود که یهود در مراحل مختلفی از تاریخشون به خاطر عهد شکنی ها و سرپیچی های مکررشون به امر الله سبحانه و تعالی از طریق پیامبران عهد و پیمان و میثاق ازشون گرفته شد که بیایید عهد ببندید، دیگه این کار نکنید. میثاق ببندید، با همدیگه خوب باشید. میثاق ببندید، حق برادری دینی و هم بین همدیگه رو رعایت بکنید، به همدیگه ظلم نکنید، جان همدیگه رو محترم بشمارید، مال همدیگه رو محترم بشمارید الی آخره. با یه میان برنامه مختصر برمیگردیم به شرح آیات مونده انشاءالله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. محتوای و مضمون این میثاقی که در این آیه 83 سوره مبارکه البقره و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل آمده است، در سه محور می گنجد. یکی توحید، دیگری اخلاق هست و سومی چیه؟ عبادته. و این لب مطلب ادیان هست و شریعت های الهی. شما اگر دقت کنید کل شریعت های الهی سه جانب رو رعایت کردن: عقیده و باورهای انسان را درست کردن، اخلاق و سلوکیات اجتماعی انسان را درست کردن و به احکام روزمره و عبادتهاشون توجه خاصی کردن و اهتمام کردن و اونها رو درستش کردن. مضمون این آیه هم همین رو میگه. اونجایی که میفرماید لا تعبدون الا الله، اینجا جانب توحیده. اونجایی که میفرماید بالوالدین احسانا و قولوا للناس حسنا تا آخر، تا اینجا باب اخلاق هست. با عمده مردم، با همه مردم خوب باشید، بخصوص پدر و مادر و اون اصناف سگانه، خیشان و اقارب و همچنین ایتام و مساکین. خصوصا این سه صنف خوب باشید، خوش رفتار باشید. این جانب اخلاقه. سپس میفرماید که قبل از اون در مورد مسائل دیگه بحث میکنه که ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اونجا هم درباره به پاداشتن نماز و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة که جانب عبادی است. پس بنابراین میثاق بنی اسرائیل مثل سایر شریعت های الهی شامل عقیده، اخلاق و عبادت می شد. آیا این آیه خبر است یا امره؟ باید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله تا آخر آیه. آیا این آیه خبر است، داستان قصه سرایی است از قرآن کریم برای ما مسلمان ها و مؤمنان در طول تاریخ که بنی اسرائیل براشون چنین دستور داریم، ازشون عهد گرفتیم، چنین کردن و چنان کردن، تموم شد؟ یک قصه است و تموم شد؟ یا اینکه یک امر هم درش نهفته است؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که مفسر قرآن است در عهد صحابه و پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها اون رو تأیید کرده، ایشون میفرماید اینجا امر است به دلیل ما بعد اون که خداوند عزوجل میفرماید قولوا للناس حسنا و قولوا للناس حسنا و همچنین و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. پس بنابراین قولوا فعل امره، اقیموا فعل امر هست، دستوره، و آتوا فعل امر هست یعنی عطا کنید، ببخشید، بدید. و همچنین لا تعبدون به معنای لا تعبدوست، یعنی به معنای اینکه عبادت نکنید مگر الله را. پس بنابراین آیه عام هست، نه تنها شامل بنی اسرائیل بلکه شامل تمامی انسان ها در طول تاریخ خواهد شد و اونجا امر الهی است. دو کلمه تولیتم و معرضون مترادف هم دیگه است، یعنی یک معنا را دارند در ظاهر، هر دو به معنای سرپیچی، روگردانی است، ولی یکی به معنای ظاهری و دیگری به معنای باطنی است. و چون بنی اسرائیل والعیاذ بالله قلبا و قالبا، یعنی هم در ظاهر هم در باطن از
شریعتشون رویگردان بودند، خداوند هر دو معنا را براشون به کار برده. البته همه اونها اینطور نبودند. به همین خاطر قرآن کریم فرمود الا قلیلا منکم ثم تولیتم الا قلیل منکم و انتم معرضون. یعنی جز عده اندکی که پابرجا بودن بر دین و شریعت، بقیه اکثریت شما چیکار کردید؟ روگردانی کردید، سرپیچی کردید، اعراض کردید. و اینجاست که میگیم روگردانی اگر و سرپیچی از دین و شریعت اگر منشأ فکری و عقیدتی داشته باشه، متاسفانه کفر هست و خروج از دین حساب میشه. امروز مکتب‌های وجود داره، افکاری وجود دارد، دیدگاه‌های و نظریات وجود داره که بعض وقتا ندانسته کفر هست. بعض وقتا میشه که ما دین و اصول دین را، یعنی قرآن و سنت را زیر سوال میبریم، در حالی که مجمع هست، متفق علیه هست که اینجا آیه محکمه است و این نص صریح قرآنی یا سنت است و در اینجا اجماع امت اسلامی بر این بسته شده که این حکم باید این چنین باشد یا آنچنان باشه. اون وقت ما با یک دیدگاه‌های مادیگرایی جدید میخوام قضیه را عوض بکنیم و اصول دین را زیر سوال قرار بدیم و این خیلی خطرناکه. درس عبرت هایی که از این آیه مبارکه گرفته میشه، یکی اهمیت توحیده. برادران، خواهران، عزیزان، توحید رو دست کم نگیریم. قرآن بارها به مبدأ توحید اشاره کرده، تأکید کرده، بازگشت کرده و اینو گوشزد کرده که نباید فراموش کرد. حق خداوند عزوجل مافوق تمامی حقوق است. اهمیت احسان به والدین رو نیز در میان انسان‌ها نباید فراموش بشن. انسان‌هایی که بعد از خداوند عزوجل سبب وجود ما انسان‌ها بودند. پس بنابراین باید خوب دقت کرد. اهمیت احسان به خویشان و یتیمان و بینوایان. پس بنابراین این انسان‌های مستضعف در جامعه را باید مورد مهر و لطف و عنایت قرار داد. اهمیت نماز و زکات و این که یکدیگر را در اصلاح فرد و جامعه تکمیل می‌کنند. و منشأ درس آخر این که منشأ سرپیچی یهود از دین و شریعت منشأ عقیدتی بود و بسیار خطرناک. چیزی که دوستان عزیز و بخصوص مفکران رو و اهل فرهنگ و دانش و مطالعه رو از اون چیکار میکنم؟ برحذر میدارم. موفق و مؤید باشید. درس امروز به پایان رسید. امیدوارم که بتوانم در درس آینده با آیه دیگر در خدمت شما عزیزان باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.